آیا از بازارهای عمده پیاز و کچالو، ترکاری و میوه در کابل خبر دارید؟ بزرگترین مارکت پیاز و کچالو که بین المللی می باشد به همراه مارکت ترکاری و میوه در ناحیه چهارم شهر کابل موقعیت دارد. این منطقه به نام مارکت یاد شده و چهارراهی آن نیز به نام چهارراهی مارکت یا چهارراهی حوض 4 نامیده می شود. این بازار یکی از مکمل ترین بازارهای پیاز و کچالو، مواد ارتزاقی و میوه و ترکاری در سطح افغانستان می باشد. در این مارکت روزانه هزاران تن کچالو و پیاز، ترکاری و میوه خرید و فروش می شود. شما اگر از طرف صبح به مارکت کابل بروید، در آنجا می بینید که مواد لیلام می شود و خریداران به صورت عمده خرید و بعداً در طول روز به صورت پرچون دوباره به فروش می رسانند. تمامی پرچون فروشان شهر کابل و ولایات همجوار نزدیک از همین مارکت کابل مواد را خریده و دوباره به صورت پرچون در دکانهای خود به فروش می رسند. در این بخش کابل دو مارکت بسیار بزرگ می باشد که یکی مارکت ملی و بین المللی پیاز و کچالو است و مارکت بعدی به نام مارکت ترکاری و میوه یاد می شود. این مارکت در مرکز شهر کابل قرار گرفته و به گفته شهروار کابل ازدحام زیاد را برای همشهریان فراهم کرده و تصمیم در آن است که مارکت از مرکز شهر کابل به جای دورتر انتقال پیدا کند، اما تصمیم 100% هنوز گرفته نشده است. عمده فروشان در این مارکت اجناس خود را به پایین ترین قیمت به فروش می رسانند، طوری که اگر مردم کالای زیادی ضرورت داشته باشند و به خاطر محفل، ختم یا خیرات خریداری کنند، به مارکت کابل می روند و به صورت عمده خرید می کنند. مارکت کابل یک فضای بسیار زیاد را اشغال کرده که از ته مسکن شروع می شود و الا چهارراهی سرسبزی به ختم می رسد. بارگیری های بسیار بزرگ از پیاز و کچالوهای وارداتی تا صادراتی در همین مارکت اتفاق می افتد. مارکت شهر کابل کار را برای همشهریان آسان تر ساخته، چون در مرکز شهر کابل است و همگی دسترسی آسان به آن دارند. تجاران زیاد نیز در این مارکت مصروف کاربارند. گدام‌های زیاد و دکاکین بسیار زیاد نیز فعالند و در حال خرید و فروش اجناس می باشند.